من برای این صحبت ها مراسم رو به هم نزدم که اینها رو بشنوید. اگر شما خواهان شنیدن هستید و نشستی و تحمل کردید، باید مردانگیتون ثابت بکنید. از این به بعد بنده خدا با تمامی وجود در تمامی صحنه های زندگی بنده خدا، اگر به گرانی جانمون تمام بشه بنده خدا. من نیامدم اینجا با کسی رو درواسی داشته باشم نگم که فلانی ناراحت میشه. ناراحت بشه به من چی؟ به جای تشکر مشت و لگدم بیاد میپسندیم، اشکال نداره، مهم که حرفمون رو بزنیم. هر کسی خوشش میاد بیاد، هر کسی ناراحت هم میشه ما وظیفه داریم که بگیم، وگرنه مردانمون بهتره. و میدونم که همه خوشتون میاد و همه رگتون حرکت میکنه. مردانگی به سیبیل نیست، فلانی سیبیلش کلفته. مردانگی به غیرت و مردانگیه و ناموس پرستیه. مسئله ناموس در اسلام خیلی مهمه. یک زن 4 تا مرد رو به جهنم میبره، یک زن. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما نمیشناسیم این شخصیتی که ازش فکر میکنیم منسوب بشستیم. همطوری که شناختمون در مقابل خدا و اوصاف خدا و نامهای خدا کم هست، کفارم بود. يا عمر يا ابن الخطاب إن لي فيكم تصابي. عمرم یه دعای عجیبی بود، تو مدینه بود دعا میکرد، میگو خدایا دفن در شهر پیامبرت و شهادت در راهت. صحابه عرض میکردن یا امیر المؤمنین شهادت در راه خدا با شمشیر بگیری برید، تو مرگ در شهر پیامبرم میخوای؟ خودش میدونست چه دعا میکرد. توسط فیروز ابولؤلؤ مجوسی ایرانی در نماز صبح خنجر دولب خورد، زمانی که تو محراب ایستاده بود، و وقتی ضربه خورد سوال کرد کی منو ضربه زدن؟ گفتن یک مجوسی. گفت الحمدلله که یک مسلمان منو ضربه نزد. دعاش مستجاب شد یا نشد؟ کجا خوابیده؟ داستانش یک بار گفتم. وقتی که ضربه خورد نامه فرستاد به ام المؤمنین عایشه، سلام فرستاد همراه پسرش عبدالله، گفت بابا برو سلام مادر برسون، بگو که امیرالمؤمنین ضربه خورده که امید داره شهید بشه و اجازه میخواد کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم و بابای تو حجره تو اتاق مال توست، حق توست که اونجا دفن بشید. اجازه میخواد، اگه اجازه بدی بزرگواری میکنی اینجا دفن بشه. ام المؤمنین عایشه گفت برو سلام بابا برسون، بگو که این اتاق مال توست. چون من شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم میرفت بیرون میگفت که من و ابوبکر و عمر رفتیم، من ابوبکر و عمر آمدیم، من ابوبکر و عمر فلان کار کردیم، این دوتا اسم از لبش نمیافتن.